خب ببینید کد آمده. من از اینجا کپی میگیرم کد، میرم در مو درخواست کد که دادم اونجا وارد میکنم. خب اینجا از همون میخواد یک نامی کاربری انتخاب کنیم که من یک نامی علکی هم انتخاب کردیم. خب اینجا ثبت میزنیم. خب اکانت ما ساخته شد. الان از اینجا بیرون میشیم، میریم تیک تاک. داخل تیک تاک میشیم. بگی خب اینجا روی شرابی هم میزنیم. خب اینجا ما اکانتم پر است. ما برای کسی که اکانت درست کردیم لیگ اوت نکردیم. حالا ما یک شی لیگ اوت کنم. خب از این اکانت لیگ اوت میشیم، میریم بیرون. خب الان لیگ اوت شده. میریم این اکانت رو باز میکنیم، میبینیم اکانت پروفشنال درست شده یا خیر. خب اینجا روی خط قرمز پایین کلیک میکنیم، روی گزینه اولی. اینجا روی ایمیل آدرس کلیک میکنیم. اینجا همون ایمیل آدرسی که اکانت ساختیم همون رو انتخاب میکنیم. خب اینجا درخواست کد میاد. شما میتونید از گذرواژه که اونجا انتخاب کردین از اون هم میتونین باز کنین. من گذرواژه رو وارد میکنم. اینجا تایید میکنه که من ربات نیستم. خب بله تایید شد. این گذرواژه اشتباه هست. من یک چیزش اشتباه دادم، ببخشید. دوباره باید درست کنم. خب الان درست شد. خب الان اکانت ما درست کردیم باز شده. پروفشنال هست یا خیر. خب ببینید کلی آپشن ها اینجا داره. حالا داخل آپشناش بریم. آپشن درآمدزایی مانیتایزیشن همه آپشن ها رو داره. کسایی که از این طریق آکان ساخته میتونن بهترین فرصت از برای درآمدزایی از این طریق آکان بسازین، از تیک تاک خودتان درآمد کنین. اینجا نام میتونین نام خود انتخاب کنین. من میذارم رایگان. کسی که این ویدیو رو تا آخر ببینه میتونه این اکانت باز کنه. ایمیلی رمز و کلش برای ویدیو معلوم است. میتونه این اکانت باز کنه برش بگیره. خب دوست عزیز تا اینجا ویدیو آمد. وطندار عزیز دیگر مشکلی اگر دارید میتونید در کامنت همین ویدیو نوشته کنید. من در موردش ویدیو میسازم. خدا